پیش از آن میخوام تشریف دارم رو با همونتون برای اشتراک در نشست مطبوعاتی نوبتی خیر مقدم بگویم و همزمان میخوام شخصا از نام خودم و از نام تمام کارمندان سوها میندوری صمیمی خود را برای همه شما و در سیمای شما و روزنامه‌نگاران تمام تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد نظام بانکی، وسعت دادن سوبرمارکت‌های غیر نقدی و مساعدت نمودن در کارهای تبلیغاتی و فهماندهی میان اهالی بیان نمودند. دوم این بعد هم جهت اجرای دستور خودشوی اساس‌های اصول و عادت ملی اجرای معظم ملت قرار فرمایشی حکومت جمهوری اسلامی وزارت مالیه و بانک ملی تاجیکستان کوشش می‌کرد که اجرای شما را سر وقت تامین نمودند. تشکر با دقتتان. این بود معلومات کوتاه وزیر محترم آماده هستیم که سوال شما پاسخ بدیم. تشکر محترم رئیس وقت فکر میکنم 2 هفته بیشتر سواره بانک رقمی که تاجیکستان امانت بانک و همون بانک اساسی کشور را بر دوش داره. آیا گردش کردید و دیدید که چقدر در نزد ترمینال های امانت بانک مردم جمع می شود؟ در این باره بارها هم گفتیم، هر نشستم میگوییم شاید زمان رسید که لیمیت مبلغ ترمینال را باید زیاد کرد، چون بعضیش از 1000 زیاد نمیتید، بعضیش از 2500 و وقتی 10,000 سومالی لازم است باید بریم دفتر مرکزی. این یک سوال و سوال دوم درباره ایمیل. من نمیدونم یک چیزا نمیفهمم. وقتی بانک اساسی کشور امانت بانک است و تمامی پرداخت‌ها باید با واسطه امانت بانک پرداخت شوند، چرا مبلغ ایمیل بر رسمیت درآوری بر دوشنبه سیتی می‌روند؟ در سال سپری شده از جانب امانت بانک 14.2 میلیارد مبلغ‌ها پرداخت شدگی هستند. از این 6.2 میلیارد بانکامات تشکیل می‌دهد و با 8 میلیارد هم خسرگان دیگر تشکیل که شما رو باید کنید. و در حقیقت ما با شما راضی هستیم. مشکل‌ها در بعضی حالت‌ها جوی دارند. چیزی که در بالا گفته گذاشتیم، اگر همین حسابات غیر نقدی چقدر تیزتر و زودتر عملی شود، همه همین مشکلاتی که مردمی ما را تشویش می‌دهند پورا از بین می‌روند. این برای که در عمل ما شما دیدیم کسی که از این استفاده می‌برند منفیتش را عملی احساس کردند. پیش از همه در صفحه آمدن وقتی خود که همین بعد 5 صحت برای همه آدما وقت چیزی قیمت است. در سوال دیم ایمیل نسبت چیزهای تلفنی محترم زنده شما یا قسمت تکنیکا باشد. مبلغش چرا با دوشنبه سیتی می‌روند؟ نه، مقصد از اتفاقشون شرط است. مبلغ با دوشنبه سیتی می‌روند. مبلغ توسط دوشنبه سیتی قبول کرده می‌شود. اینجا یک سر قید کردن در کار است که مبلغ‌هایی که به منفعت صورت‌های مخصوص دولتی می‌روند همه به بودجه دولت داخل می‌شوند. صورت‌های مخصوص خواه توسط دولت باشد و توسط دیگر تشکیلات قرضی. من می‌خواستم یک سر اینجا قید کنم در باره که منادله یک سر قید کردن که انتظار بود که من همشون با اصطلاح مونوپولیست میموند به خاطر تحریم نمودن رقابت‌گذاری در بازار و همچنین در طبق نقشه یک جایی که در نزد بانک ملی بین تشکیلات قرضی تحریم کرده شد، امانت بانک دسترسی آزاد به تشکیلات قرضی کشور و روزانه شروع و اصطلاح شروع پرداخت می‌کند و دسترسی داریم. تمامی تشکیلات قرضی امروز سر کرده از یکم اوت تمام پرداخت‌های دولتی را با استفاده از این روزانه تامین کرده می‌کنند. معمولی به خیال همه شما سویدید کدام چیزی نظری ما برنامه داشته باشه پرداخت کرده میتونه. یعنی که ما اصطلاح خود مونوپولیسم را از بین بردیم، لیکن به هر حال اون انفراستراکچور کلانی که ما داریم فرقیت دارد از دیگر بانک‌ها. اینجا در 548 مرکز خدمت رسانی 75 میلیارد در مجموع 1600 عدد من رئیس نامبر کردم. اینا نقطه‌های خدمت رسانی که به واسطه خودی کارمندان امانت بانک کارمندان دیگر تشکیلات قرضی مقامات دیگر اشتغال ایمیل قبول کردن ایمیل مطابق کردن قبول پرداخت برای ایمیل مسئولیت‌های خدمات علاقه از طرف دوشنبه سیتی مطابق گردانده شد، یعنی که توسط برنامه‌های معین شد و پلتفرم معین
و همگیرا کردن تشکیلات‌های کاری با همین پایگاه در روند بررسی قرار دادیم. ما گفتگو داریم که ما هم توانیم پیوست کردن. نوبسته از این در وقت همگیرا نمودن با پایگاه‌های اطلاعاتی تشکیلات‌های کاری باشد، مقامات‌های دولتی دیگر باشد، در تمام این برنامه‌ها اگر که فرض کنیم نشانه بانک در تشکیلات کاری باشد توسط همون ما میتونیم پرداخت کردن، یعنی در امانت موبایل ما هم که باشد یا که در نقطه خدمت رسانی ما هم که باشد وارد شدن توسط روزانه کسی روز میرد و صورت بزنید. از که فرمان پرزیدنت چند ماه پیشتر در کشور ما رایج شد در برابر پیشروی‌ها و همون گونه‌ای که معلومات مفصلی که شما پیشنهاد کردید بعضا کمبودی‌ها هستند. در مجلس وسیع حکومت پیشروی مقدار در همین مورد با تفصیل گفتند و موجود نبودن مبادله معلومات میان ساختارهای دولتی دارای به خدمت رسانی دولتی یکی از همون کمبودی‌ها است و نسبتا محدود بودن استفاده دیگر کارت‌ها بغیر از کارت ملی کمبودی دوم ذکر شد و ذکر شد که همگی 20% است، یعنی پرداخت غیر نقدی در کشور. من می‌خواستم بدانم که برای رفع همین کمبودی‌ها از جانب شما چه چاره اندیشیده می‌شود و در مجلسی که در وزارت مالیه کشور داده شده بود نقشی امانتبان چگونه ارزیابی شد، چون که تا جای ما می‌دانیم پیشگویی‌ها همین گونه بودند که امانتبان در این سمت یعنی مقام فرمایی رسایی می‌شود. به اصطلاح سلامت باشید. جهت آمدن اینفراستراکتور برای گذراندن عملیات غیرنقدی دولتی امانتبان تا این روز در تمام فیلیال‌های مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی‌بان بوده‌های نظارت انداز 1060 عدد تجهیزات الکترونی نصب کردگی است و علاقه آنها فعالیت دارند. در برابر این تامینات پایگاه‌های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی تامینات برنامه‌ای برای برنامه‌های امانت موبایل آماده شده است و علاقه کار فعالیت می‌کند و جهت زیاد نمودن شماره کارت‌های پرداختی هوسمندگردانی اهالی عمومی گرداندن سوغات‌های غیر نقدی از جانب امانتبان زیاده از 558,000 عدد کارت‌های فراگیر انتشار گردیده و دسترسی میزبان رسانیده شده ایستاده است و با مقصد تشکیل نمودن روند همگیری با وزارت و اداره‌ها برنامه نوی فرانت آفیس تعریضی شده و مورد استفاده قرار دارد و برنامه مذکور وزارت اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی می‌توانند از اتاق شخصی خود در طریق آنلاین هر یک عملیات‌های پرداخت شده که به منفعت آنها باشد نظارت برند. اینچنین در چهل که ما گذاشتیم در کارخانه‌های دولتی 2555 عدد تجهیزات الکترونی نصب کرده شد و 760 عدد در مؤسسه‌های بخش‌های خصوصی و نسبت فایز باشد و معلوم شما رساندنی هستند که در اول تا به تصویب رساندن فرمان پیشروی موظف ملت این فایز 5 فایز را در بر میگیرد و حالا باشد در امانتبان و 23 فایز اومده رسیده است، یعنی 18 فایز در یک مدت کوتاه بیایم اگر ختم نمی‌کنیم 18 فایز زیاد شدن عملیات غیر نقدی. Комитета по денежно-кредитной политике, где будет рассматриваться ставка рефинансирования. Ваши ожидания ставки рефинансирования и как она влияет вообще на процентные ставки вашего банка и вообще всей целой банковской системы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какие новшества вы в Аманатбанк принесете? обязан достойно служить прежде всего государству и народу Таджикистана. Насчет второго вопроса. Меняется в сторону, корректируется или не в сторону. Ставка рефинансируется, корректируется самого регулятора в связи с колебаниями на рынке. На данный момент ставка рефинансирования составляет 10%. И я не думаю, что увеличение ставки рефинансирования на данный момент, по крайней мере, будет влиять какое-то будет значительное влияние на наш банк. Обычно ставка финансирования устанавливается для кредитных организаций в целях выдачи кредита со стороны регулятора
денежных ресурсов, дешевых денежных ресурсов для осуществления политики кредитных организаций. На данный момент у нас свободных ресурсов достаточно, и мы способны предоставлять кредиты по тем процентным ставкам, которые могут отвечать требованиям рынка. در مقامات دولتی و اولی اهالی چی نتیجه حاصل شد و شما این رو چگونه نتیجه های خوب به دست آوردن و دوستان به همین نظام تشکر در نتیجه کارهای عملی شده امانت بانک امروز در تمام مرکزها و فیلیال‌ها و مؤسسه‌های دولتی تجهیزات الکترونی رو برای مانده است و با 24 تشکیلات قرضی جمهوری خود و همگیری رو برای مانده است و با دستگیری همه اینها در دوره انتخاباتی زیاده از 4.5 میلیارد مبلغ‌های پرداخت‌های کمونالی و دولتی و طور غیرنقدی پرداخت شده هستند و این امروز ما می‌تونیم که این یک مدنیت نوی حساب‌رسی غیرنقدی میان اهالی به میان آمده است و روز به روز وابسته است تقویت یافتن پایگاه‌های تکنولوژی تشکیلات مؤسسه‌های دولتی فراگیری غیرنقدی و شبکه‌های اقتصادی درجهشون در جامعه بلند شده است و امروز ما معلوم از این است که در بازار گفتم میتونم که علاقه تشکیلات قرضی قدم‌های چشم‌بسته خود را گذاشتن و امروز میان اشتراکچیان بازار کار خوب هم رفته است. برای معلومات داریم که از پیش 3 سال اخیر مسئله گرفتن اسعار خارجی از بانک‌ها بود و مشکلی بود. مثلا از $100 زیاد نمیدادن. بودیم وضع با کدوم چندان تغییر نکرده. همین برای برطرف کردن که مثلا نفرایی که در اون سپاه خارجی می‌روند برای مثلا $1000 در کار میشن. چه جوری می‌تونن مبلغ؟ تشکر برای سوال. شما درست کردید در حقیقت 2 سال پیش شخصا ما هم مشاور احساس می‌کردیم که من فکر می‌کنم که 2 سال اخیر خوب اسعار در بازار داخلی متعدد می‌باشد و ما چنین مانیه‌ها را خرید که ندیده ایستاده‌ایم و امانت بانک باشد در سال سپری گشته و میزانجان خود $3.5 میلیون در حسابی میانه در یک ماه $3.5 میلیون نقد و تمام شهروندان فروخته است که این شما یک چیز باید بگید نسبت و واردات 5 مراتب زیاد میباشد. $3.5 میلیون ما پیشنهاد کردیم نسبت به واردات از آب 5 مراتب زیاد میباشد. دلار نقد در یک ماه به حساب میانه $3.5 میلیون امانت بانک پیشنهاد میزانجان کردند. مثلا شهروندان از نقطه و مرکزات خدمت‌رسانی بانکی بانک امانت بانک خریداری نمودند. لیمیت خیلی دیگه هم نیست، چی نمیشه دشوری نیست، همه وقت دلار هست، چی میگم پیشنهاد می‌نماییم یکون دشوری نیست. با ما این بعد هم وقت در ما باز است چی مسئله که باشد نامبسته از اسعار مراجعت کنیم. برای ما همه وقت با شما آماده هستیم که همکاری را در سطح خوب برای مانیم توسط شما با شما مردم را میرسونیم. دشواری نیست، نه 2 سال اخیر نه تمام امانت بانک من فکر می‌کنم که خیلی هم تشکیلات قرضیده نیست. 2 سال پیش در حقیقت خوبم بلند بود $1 آمریکایی تا 13.50 گرم خریدی برابر بود. بازی بینید که همون 10.96 گرم در تشکیل می‌دهد. برای همکاری زیست باید با ترغیب و تشویق خدمت‌رسانی‌های بانک اظهار می‌نماییم می‌نماییم. تشکر زیاد. تشکر زیاد به همه شما. می‌توانید نه تنها در نشست مطبوعاتی همه وقت چی سوالی که در سمت اداری متعلق داشته باشد التماس مراجعت کنیم. ما همه وقت آماده هستیم که سوال شما را پاسخ دهیم. بازی در اینجا کارت‌های فراگیر پیشنهاد شما از مرحمت امانت موبایل هم از چی مشکلی باشد که باید برطرف کرده و کارتون هم میتونید گیریم از اینجا. تشکر و دقت.